سلام دوستان، به یه ویدیو خوش اومدید. البته ویدیو نگرفتم چون دوباره صدا اکو میکرد، صدام بد میومد، گفتم اینطوری باید بهتر باشه. ببین این بحث فیسز چنل یوتیوب خیلی چیز جدیدی نیست، ولی دلیلی که الان مطرحش کردم تازه اینه که قبلا ابزارهایی وجود نداشت که بشه باش ویدیو مثلا چه می‌دونم 6-7 دقیقه‌ای 10 دقیقه‌ای درست کردش. الان با این هوش مصنوعی جدیدی که میاد خیلی شدنی تر رفتن سمت فیسز چنل، چون شما بخوای وقت بذاری کلی به کیفیت کانتنتت میره بالا ها. اما چیزی که من متوجه شدم میگه سوشال مدیا کانسیستنسی یا کیفیت خیلی جاها جلوتری. شما همین الان پیج اینستای خودم چون فعالیتم کم شده حسابی ویوم داره میاد پایین‌تر، اینتراکشن هم داره میاد پایین‌تر. پس برای همین تو یوتیوب هم شما اگر بتونید برنامه مرتبی بذارید که همیشه محتواتون سر موقع برسه، احتمال موفقیتتون خیلی میره بالا. خب این محتوا رو به موقع رسوندن خودش هزینه بره، چه زمانی چه بودجه‌ای، چون باید درست بکنید، به موقع برسه، سوژه رو داشته باشید. با این هوش مصنوعی خیلی این کار آسان تر میشه. این مدلی که الان دارم معرفی میکنم، این ویدیو که فوق العاده کار آسون میکنه و ادیت خوبی هم میده. جالبیش اینه که فری ورژن داره. فری ورژنش یک عیب داره، اونم اسمش واترمارکه، ولی راه حل باحالی براش دیدم زدم بعضی از این یوتیوبرهای خارجی که تازه شروع کرده بودن. میان چی کار میکنن؟ مثل همون فنی که بچهای خودمون رو منیچت، رو دایرکت اتوماتیک منیچت میزدن. منیچت وقتی فری استفاده میکردید، بعد از پیغامی که دایرکت میفرستاد برای مردم، یه دونه هم پیغام تبلیغات خودشون میفرستاد. بچه‌هایی که زرنگ‌تر بودن اومده بودن اون پایین نوشته بودن که آقا من حتی پلتفرمی که دارم باهاش برات دایرکت میفرستم رو بهت معرفی میکنم. اشاره میکردم به پایین، اینجوری منیچتش هم رفته بودش و اونا داشتن معرفی میکنن به جای اینکه تبلیغ باشه. شما هم میتونید همین کارو با واترمارک بکنید. البته آیستاک خیلی واترمارکش گندست میفته اون وسط، غیر آیستاک رو استفاده بکنید. جلوتر توی ویدیو توضیح میدم. واترمارکش کوچیک میفته سمت راست و این اونقدر زننده نیست. بعد میتونید توی ویدیوتون اعلام بکنید که آقا من الان دارم از فری ورژن استفاده میکنم، برای همین واترمارک داره. اگه از ویدیوهای من، از موضوعی که انتخاب کردم خوشتون میاد، منو ساپورت کنید، سابسکرایبرم برسه به این عدد، میرم رو پید ورژن. اینجوری هم هدف گذاری میکنید، هم کال تو اکشن باحال تریه، حالت ساپورتیو میگیره، خیلی جالب تر میشه داستان. پس از یک اپ میتونید به عنوان یک ابزار کمکی و قدرتی استفاده بکنید. اما بریم سراغ خود اپ. اگر از iOS استفاده میکنید خیلی ساده است، از اپ استور راحت دانلودش میکنید و با همون اپل آیدیتون فری بهتون میده. اما اگر اندروید هستید بعد از وب ورژن استفاده بکنید با جیمیل. وارد اپ که میشید خیلی تکلیفش معلومه، یه باکس اصلی داره، موضوع کلی ویدیوتون رو مینویسید، تو قسمت بعد تایمش رو انتخاب میکنید، ولی دقت بکنید که فری ورژن لیمیت هفتگی 10 دقیقه داره اگه اشتباه نکنم برای هر آیدی، میتونید آیدی بیشتر بسازید. تو باکس اول پرامپت که میخواید دیده تو ویدیو بیادش رو بنویسید، تو باکس پایینیش پرامپت منفی، چیزی که نمیخواید باشه. باکس کوچیک‌تر پایینش برای موزیک بک‌گراند انتخاب کنید چه مدل موزیکی میخواید، صدای، جنسیت گوینده و بعد صدای و لهجه گوینده رو مشخص میکنید. بعد واترمارکتون که آیدی خودتون رو میتونید بزنید و در آخر هم که همون استاک رو انتخاب میکنید که توضیحش رو دادم، استاک یا غیر از اون. منتظر میمونید، ویدیوتون رو بهتون میده و شروع کنید منظم آپلود کردن. سوالی داشتید بنویسید، بلد باشم حتما راهنمایی میکنم. ممنون که ساپورت میکنید، مرسی که کامنت میذارید، انگلیسی بذارید که دمتون گرم. بهتر اگر هم فکر میکنید به کار کسی میاد، دوستی دارید، وقت خالی داره، میخواد کار دومی شروع بکنه، میتونید براش بفرستید. احتمال موفقیت توش همیشه هست.